چگونه ثابت بسازیم که هوا وجود دارد؟ فعالیت اول، وسایل مورد ضرورت: یک عدد ظرف شفاف پلاستیکی یا شیشه‌ای، یک دانه پیاله یا گلاس و مقداری هم توتای کاغذ که من از دستمال کاغذی استفاده میکنم. روش کار چه قسم است؟ اول در بین ظرف شفاف پلاستیکی یا شیشه‌ای یک مقدار آب میندازیم که من اینجا یک مقدار آب قرار دادم. بعدش چیکار میکنیم؟ در بین گلاس کاغذ در قسمت تای گلاس جای به جای میسازم طوری که هرگاه گلاس برعکس شود کاغذ نیفته. مرحله بعدی، گلاس میبرم به صورت برعکس در بین آب قرار میتم، قسمی که گلاس کاملا در تای آب غرق شود. شما میبینید که گلاس فعلا در زیر آب قرار داره. هرگاه من گلاس رو بیرون میکشم و کاغذ رو بررسی کنم که چگونه تغییرات در کاغذ آمده، آیا تر شده یا هنوز خشک است. شما میبینید که با غرق شدن گلاس در بین آب هنوز کاغذ کاملا خشک مانده. این بر ما این نشان میده که وقتی من گلاس در بین آب غرق کردم یک فاصله بین آب و کاغذ در بین گلاس توسط یک ماده حتما پر شده که مانع رسیدن آب به کاغذ شده و این ماده عبارت از هوا بوده که سبب از این شده که آب به کاغذ نرسه یا کاغذ تر نسازه. فعالیت دوم، وسایل مورد ضرورت: یک عدد پخانه. ما میتونیم با باد کردن پخانه و تخلیه هوا از پخانه موجودیت هوا را بر دانش آموزان خود ثابت بسازیم. قسمی که من پخانه را باد میکنم، اول شما میبینید که با باد کردن پخانه حجم پخانه بزرگتر میشه. چی داخل پخانه میشه که سبب میشه تا حجم پخانه بزرگتر شود؟ مطمئناً که هوا داخل پخانه میره و حجم پخانه را بزرگ میسازه. به خاطر از اینکه بهتر و راحت‌تر درک کنین، از شاگردایتان بخواین یا مثلا خودتان وقتی تجربه را اجرا کردین که هوای پخانه را نزدیک جلدشان مثلا در صورتشان تخلیه کنه تا کاملا متوجه شود که یک ماده از پخانه خارج میشه. با تخلیه هوای پخانه روی جلد ما یا روی صورت ما جریان هوا را یا خارج شدن هوا را از داخل پخانه میبینیم که بر ما ثبوت میسازه که یک ماده داخل پخانه شده بود و دوباره از پخانه خارج میشه و این ماده هوا بوده.